سونی با یک سوال دیگه داملا مثلا همین درس های تجوید یاد گرفتم به شما هم ویدیو اوراکاتون هست می همین هیچ گفته نیافتم خیلی ما دیگه خودم هم راستی گپ استاد این ویدیو اوراکان ده یاد گرفتگی نمازخوانی حیاز درس های تجوید همین ویدیو اوراکان ده یاد گرفته چگم با زبانی ازبکی با زبانی روسی عربی هیو بکن همین یعنی ولایت خودمو با نزدیکتر دنباله‌ها نیافتم راستی گفت یعنی خودتان باشد بیجان ده دریافت کنید. نه شخصا من ندارم، لیکن یک برادری ما هست انشالله اگر فرصت داشته باشد نصیحت میکنیم یا ترغیب میکنیم که درس های تجوید دهند تا اینکه در همین کانال ها نشر کنیم. به هر حال از کجای باشد یافته خوانید تجوید و رتل القرآن ترتیلا. الله تعالی میگه که قرآن به تجوید خوانید. کوشش کنید. تجوید درس آسان است. اما یک کتابی تجوید است به زبان تاجیکی عبارت از 30 درس است. 30 روز خوانید یاد میگیرید یا 5 روز 4 درسی خوانید تمام میشد. 20 درسی مهمش است. یعنی بابهای مد و بابهای نون تنوین و نون ساکن اقلا تعلیم گیرید. همین قدر برای درست خواندن قرآن کفایتی میکنه. مخرج‌های حرف‌های به همدیگر مانند تعلیم گیرید. این بسیار وقت زیاد نمیگیره. کوشش کنید تعلیم گیرید برادرای عزیز. ما هم انشالله فرصت که شد میتیم درس. این درس های احکام بسیار مهمتر است. این هم مهم است البته. و قدر امکان انشالله درس میتیم.